که شما به دل عزی باشین که مثل تموز سبست باشه که خدا بابار بیامرزه. حال وقت سبست بر عملت کار خال زمستونه هر 10-15 روز بعد 40 کلون میایه. بخور دیگه بغاری از من. بله با کجا باشون؟ با پا قبل گوا چی؟ چی میگی؟ بگو هنه با پا قبل گوایم میگم. میگم نمزاد به کجی بیامده تو سراغ کرد گفتم من چمونه میفهمه که در سهرا رفته که من میرم به پیشی که من کمی باری باید چرخطه میباده چکار کنم کجا رای کنم بگو بیا به پیش گوا بیا. ریکور به پی ریکور به پی ریکور پیش گوا ریکور ریکور مرگ بخوری از چی میگی؟ خب برو او بر نگو دوماد ما که جیر بی آمده بفهمیدی؟ کم میته جا خور بشناس ایبر نکو خور یار امی ستاره افغان امی هست قطع شده نه که امی دوماد خود که جیر میبردم ثبت نام میکردم صدا کنه داره بازم دل خوشی برای مردم هست. اینجیم شاد اومد اینجیم بیشتری خوشی بیره جو جان جوره خیلی یار هستی به خیلی سلامتی شکر فضل خدا دام غنی با همی هفته هم است باد بری میره و میایه نه من شو یه روزیه 3 روز پیش شو جمعه نبود بیامدی شون بی شو جمعه لگه مکجی برو او بر به تو مال بگفتم که دومات مکجی نیست خیلی ماده میشه چرا تهونی کجی جان؟ دست خیلی هم که نمیشودم بیای دیگه آدم که نمزاد پر ماسته باشه مگر دست خیلی هم نه جوان خریبتی وقتی که ما بود هر شب جمعه که میرفتیم مخونه خسور خو به اندال گفتن خوب نیه من نمیگم نمان که بروی تو بکشم او وقت کاربار هم بود وضعیت ها هم خوب بود مثل حال ایت نبود این نصف گوسپند انگار ما میرفتیم اقصبی مثل یک گوشت میبردیم میوه و دونه و بزن و بگیر و تخم و دگه هم هیچی درست میگه اما ما مقدار میوه دونه بیاردیم که 6 هفته بخوریم شما خلاص چیدنی نیه دل جمع باشیم حالا که میوه ارزون جوان خریبتی یک بوجی انا رو میدم به 70 روپیه درست میگه خب این بر خودتون چرخطای بزنه خب شد مگاورم علاف انداختم که انداختم که برین خودتون برین میمیت خودتون چرخ مزنه تا دیوما با فرق میکنه که دیدونی دلی فیلینه اما به دیوان باشی و خوشی بریم پولا من میده به خدا قسم 40 سال نمزدداری فرق میکنه نمزدداری فرق میکنه خدا جواده شما لب نو میگه دیش حاله بنده سلمه ریاله که دم همه جوه داره دیگه یه عجب رمزان خان کطور میبینو خوبی بخیر خیریات جانت جوره چی که پای تیار هستی میگم رمزان تا کی مبارات تو بگردم چی اشاره میکنی کاسی کنی با 4 طرف ما و تو ندامی که قرضم ببوری همیت اشاره کو زکو دامی که پول نداری میای بدم دیکن می اشاره نکو به طرف ما قرض خورم از تو که تو اشاره میکنی به طرف چی گپ بلالا جو پول خورم از تو مایو چی میگی نورالله پول خورمایو تو حالی که پول حالی که دست توا شده بعد خواهر خورفتی نمزادر که میری از دیکن نقد میری از دیکن دگه میستونی از دیکن مامان امروز میری نقد میستونی باشه تو پول به دست هم بیای پولا چی پول به دست تو می خواهر خورم کنم نمزادر که دیگه آدم اشته آدم گدایه که به شما پول نمیده گدا توی کاکا نفته کنه میری تونه لالا تو چی کرداری من به دوماد هستی میگم اشته آدم گدایه دوماد اینو گفت مفیدنی من دوماد اینو براره بای تو گدا توی کاکا اما ما مثل تو 10 تا نوکر مجدور داریم گروچرو تو دوماد هستینی؟ بله یا بده تا اون نربادی اگر تو دوماد هستینی میدو زدن خوب فهم چی گفت زدن خوب فهم؟ آقا خورمای نه کن کاکا شونی بر تو سیاه کدی زن و جنجال میکنه خودمه آقا قربت کاکا چندیه کاکا چندیه 1100 روپیه یعنی دوماد نمیده گدایی میدم است خود از اینو برو گوشت گدای سعی کنی بگی کاکا بگی برو خود خوب کاکا بگی خیرت که جی جان دوماد من وای آدمان نوکیسه میگن نوکیسه خرد نکن خرد کردی خرد نکن عادی کوکا گاپا مفلس برو آقا خور که ما از شما بگیریم بعد شما میایه نمیتونی نده بخر
نه دیگه بدم دکون ولو نمیای همه دیون هر چی صد داری بگو کبودو بزنم به تحریم بیار از یک گوشنگی پاس از آقا خور خاطر سنده با بیار و گوش نایه برو برو دادم دیگه بفهمی آقا دیگه باید افتاده بره جامی تو مورد به تو ربطی نداره قل مرو از 33 دندونی 2 تا دندون بدنه رفت داده رفت با مفت به من بگذاره وای 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 همین تو گوشتی است همین سر و پیش از این نوان وقت بیام از پولا من بده راست تو رمه جون چکو خوشید بیده عدی تو آدم آدم ایف آدم نکرده برای غش کنه شما همالی گردن رو من به هر جا بریم متکه سر آدم از جلو شما نمیگردونه ای پیسر از جلو که پول سر و چهار رو میشه پولا بابا یک دهتا گستندی گفتو که به خیلی خوشی میتونید تو جمع کنید سر بارا ببرید بفیچید بوست تو بیار اگه دیامونه من اونا جمع میکنم به تو من بشته به تو جمع میکنم سلام علیکم و علیکم سلام شنیم لالا رمضان یا راست خیلیت بخیرین سلامتی سلامتی شنیم لالا بخیرین نمازدگر نشد که پول آردار بیاری کاره چی میگی؟ چرا اشاره میکنی؟ چی؟ نمازدگر نشد که پول آردار بیاری با مادر خوب گفتم میته که با اگر رفتیم نه بدیم در سرای نه دست مادر بدیم پول آردار نه آوردم لالا رمضان این دفعه چندم این دفعه سومه که شما میایم آرد میکنیم پیش ما گندم آرد تا حالی 2 خروار گندم شما به 3 دفعه بیاردین 16 صد شده پول اونار کی میارین پیار ما گفتم برو جو خور به در سرای اون بنداز تا پولار ندادم گفت نه حال ما بیام لالا رمضان پولار بدین تا پولار ندیم 16 صد میشه من نمیرم چیز خو از ما کو نبوده دیگه اشته شما نبوده لالا رمضان پیش تا آدم گوشنی گدای خوب پولاتون میارن سر روز کنه میشه پولا خوامدم گوشنه گدایم سر روز میشه سر روز میشه دیروز صبح بیامدیم همو گندمار بیاردیم آرد کردیم گفتیم همو پولا جلوتر هم 2 دفعه دگان گندم بیارده بدیم گفتیم نمازدگر میارم تا حالی نیاردیم پولا اونا سکنین لالا رمضان دیروز صبح هم که شما گندما خور بیاردیم خب اردا شما که شما آرد کردیم برفتیم پیار ما بیامدم گفتم که رمضان عمال گندما خو بیاد آرد کرد گفتم پول داده گفتم نه بهم تا گوش مزدم گفتم به تو نگفتم که دیگه گندما رمضان مفت چی به قرض آرد نکنی حالا کلالا رمضان سکنیم به شما چی میگم خب همین جواب که استادیم یا 16 صد پول بدیم یا نمیگذارم یک قدم دیگه به زی طرف بگذاریم حال پول به کسی من نیه برو با من رای میکنم اختیار خود داریم از هر جا میکنیم پولا مر بدیم پیار من میکشم برو مال به پیش پیار خب میگه چرا پولا نسوندی یار آدم گوشنی گدای بدی خب حالا ما به تو از کجا بیارم پول اختیار خود داریم از هر جا ما پیدا کنیم پول بدیم پول نیه حال میمون داریم هر بریم این گوشی مل بگی رقبه و رقبه ما نمایه حساب میکنم گوشی شما 500 قیمت نیه میدشم 16 صد نمایه که چی جا نده با ما میدم پول از این نمایه نده بگیر برو دیگه دار نکشید بکن که باید بیای برو پس با هم رخواهی رای که میدی برو دیگه به شما خب دیگه گندما خود بیاردین کمیان کارت کنیم پولم خودی خوب بیاردین شردیل سیاون گوشنه به نومه برو کاکا برو گوشنه که شما نیم پولا خور نمیدی این بچه شردیل سیاونه پیار از یه میت گوشنی هست که عذاب سرش یاد نونه نمیکنه که جیر بابا عجیبی آدمون نستونیم ما که میستونیم ما بیدم ایسا همسایه دیگه من میگم به شما نکرده که میتو تارتوغاق بیایم به شما گپ زنم همسایه دیگه من چی میفهم میگم همسایه تعدیه با میبینیم هم دگاره ای لیلا جو این چورتا ندن جیگرمه و خدر که بالا تو به تعدیل میشه این 2,000 روپیه فدای یک توربی تو همین نداره بیامیدی بابا چون تعدیل و پار بود ندن سکو جیگرمه اگه بازم پول میلی با کار بود نه و خدمتتون خیره باشه خوشی ما و خسر مینا را سلام بگو با میام بخیر خدا حافظ بخیر بشه خدا خود کی گپ میزدی؟ لیلا بود بابا خب برفتم بابا دیگه هیچی گردن همه بند ماشینیه خدای پاک به من یک خیشا گجولی به من نداده کارد شب دیده باز چه کاره چرا؟ باز چه کاره بابا همین دیگه دیرو که من برفتم سرا خسر خو اینا اخونه 5,000 روپیه اموره خو بستو نمورتو نه بده گفت خوب بداد
1,000 1,500 به جلو خون میوه و دونه و گوشت و اینا استوندم خوب کار ببردم. کردی. بعد از او قرار کرده خودی کوچگوی خود در شدم به سر سهرا به تباق و بخچایی بری و تحت اینا چرخه چرخری زدی گردنم بند باشه با بعد شما دروغ بگو نی را گذر همسایه اخواه خسرگوری بمیگری تو حد کن ما قد بودی تو مچون آردا خوب اسیه بودی تو مچون بیه میگی سکل خودو رو تیل مختی پهله تا طولای ندادی مچون تو چه کار کردی فلان کردی الان همو آدمی میه تاجو آدمی مرغا رو آسمون یه این سرابعده بابا غرض دارم من نمیفهم چی رقمه چی رقمه بابا پولا مردم بخوردم راخو میرم مردم هم طلب داره از اونا طلب ها مردم نمیدم حیرون خودی از اونا اشته خودی همین مردم اینا تیر میکنم بگو بابا چیکار کنی؟ وصلت بیگونه نمیرقم. راست میگیم بابا چی بگمی که میشناخت؟ آدم نشنشی با بلای نمیگی نمیخیشم من نمیرقمه. ایتا بابا آدم که از چهارتای نپرسه خیش خود نشناسه بره خودی نخیشی کنه نمیته بابا با بلا میگه راست میگی. ما هم از کسی پرسان نکردیم. آخر یکی بابا گردن و بند باشه گوشی را مزون کسی و بدن کن سعی کن. گردن و بند گو پولا من ندی رختا برد چاپات بیری میکنم میبرو تو هم من دیگه که پول ندیشتم هر چیزیشتم قرضه از باور دادم قرار کرده آخر مرتکه بخکلوی بابا بگیری چشما رمضان ما سسانی بدن چه تو پولا من بدی به تو بگم رمضان به این رقم دوزی نمیشه تو تنیخ و کلون کردی به مفخوری پولا من ندی تو رو اینجا زنده و زار بدیر میکنم بابا زدم خودی از این مرتکه دعوا کرد پشت خواهد شدیم بابا مرتکه آخر تو گردنم من باشه میرم به پیش ارباب دی میرم به اولیس ولی عدست تو رمضان عرض نکنو یا پولا بده آخر هم که پول نداشتم با غرزایی بدم رمضان به درک گلالم بخشیش باشه نمی گوشی ترامانه بالا غرزا مرتکه گوشی رو بستون برم بابا ایتا بابا وای وای وای. ایتا بابا کجا میری؟ چیکار کنیم دیگه ما؟ خیلی بابا کجا میبری تو حالی؟ ببین آمدم با بخچه خب. آه با سعی من میرم با خونه میرم. برو باغچه میرو برو. بریم کار نداری؟ نه بریم خداحافظ. بریم بابا کنیا پیش ما نبا در بخچه بسته کنو آه خوب هنو گل فهم دل کشیده باشه.